رستم اموملی شهردار دوشنبه و رئیس مجلس ملی مجلس بالای پارلمان تاجیکستان روز 18 سپتامبر سال 2023 با هیئت دسته منتخب تاجیکستان که در بازی‌های 19 آسیا اشتراک می‌نمایند واخورده است. بازی‌های آسیا از 23 سپتامبر تا 8 اکتبر در شهر خنژو چین دایر گردیده، در آن ورزشگران 45 دولت قاره آسیا اشتراک می‌نمایند. دسته منتخب تاجیکستان در هیئت 118 ورزشگر در 19 نوع ورزش قوه‌آزمایی خواهند نمود. قبلا گفته شده بود که از جانب پرزیدنت تاجیکستان اموملی رحمان که رئیس کمیته ملی المپیک جمهوری نیز است، با ورزشگرانی که در بازی‌های آسیا نشان طلا می‌گیرند 150,000 سومانی، برندگان نشان نقره 100,000 سومانی و صاحبان نشان برنجی 50,000 سومانی جایزه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان داده می شود. بنا به اطلاع شعبه اطلاعاتی دستگاه رئیس شهر دوشنبه، علاوه در ملاقاتش با ورزشگران، رستم اموملی خبر داد که برای دستگیری ورزشگران در بازی‌های 19 آسیایی قرار ویژه‌ای را تصویب کرده است که بر اساس آن به گیرندگان مدال طلایی خانه 3 حجره‌دار، مدال نقرگی 2 حجره‌دار و مدال برنجی خانه 1 حجرگی را تقدیم می‌کند. تا کنون در چندین مورد علایده شهردار دوشنبه به چند ورزشگر برای پیروزی در مسابقه‌های بین المللی در پایتخت خانه داده بود، ولی چنین قرار ویژه برای هوسمند کردن ورزشگران تاجیک بار اول تصویب می شود. در فرجام ملاقات رستم اموملی پرچم تاجیکستان را به تیمور رحیموف، پرچمبردار تیم یکچین سپریده به ورزشگران تاجیک در بازی‌های آسیا آرزوی موفقیت کرده است.